فرشنر، آسترینجنت، رویتالایزینگ، اینا دسته‌بندی تونر هاست. دوست داری در موردشون یاد بگیری؟ بیا بهت بگم. تونرها به 3 دسته تقسیم میشن. تونرهای فرشنر، آسترینجنت و رویتالایزینگ. حالا هر کدوم چطور هستن و چی کار میکنن؟ نکته اول فرشنرها. فرشنرها به تونرهایی گفته میشه که توشون الکل ندارن. از گیاهانی توشون استفاده شده که آبرسانن، مثل کامومیل، مثل آلوورا و گل همیشه بهار. الکل توشون ندارن و مناسب پوست‌های نرمال و خشکن. پوست رو خیلی تازه و فرش میکنن. اما تونرهای آسترینجنت تونرهایی هستن که توشون الکل دارن. یعنی برای پوست چرب و مختلط استفاده میشن. گیاهانی که توشون استفاده میشه هم متناسب با این قضیه هستش. گیاهانی که قابض باشن، بتونن چربی رو کنترل بکنن، منافذ رو مینیمایز بکنن و بتونن سطح پوست رو یه مقدار از چربی آلودگیش رو کاملا بگیرن. حالا چه گیاهانی هستن؟ مینت یا نعنا، استخوان‌دوست یا لوندر، رزماری، پروپولیس، هاماملیس. توی این تونرها استفاده میشن که خاصیت پیوریفاینگ و تمیز کنندش رو بیشتر بکنن. و اما دسته سوم تونرهایی هستن که بهشون میگن رویتالایزینگ. تونرهایی هستن که بهشون میگن احیا کننده. یعنی حاوی موادی هستن که مغذی‌اند و میتونن پوست رو تازه کنن. بهشون نوریشینگ ها هم گفته میشه. این تونرها به دلیل اینکه مواد مغذی و املاح زیاد دارن، خب نمیتونید روی پد بزنید و صورت رو باهاش تمیز کنید. یعنی نقش پاک کننده مثل تونرهای فرشنر و یا آسترینجنت ندارن. اینها تونرهایی هستن مثل سرم ها، مغذی هستن و باید مستقیم روی پوست زده بشن. میتونید اینها رو 2 حالت مصرف بکنید. یا میتونید کف دستتون به اندازه یه سکه بریزین و با انگشت روی صورتتون بزنید و بعد هم طبق حالا اون تونری که دارین استفاده میکنید کرم متناسب با اون تونر رو روش استفاده بکنید. یا اینکه میتونید توی کار کابین توی کاسه بریزین و با براش باد بزنید، روی پوست بزنید و بعد مراحل بعدی کار. این تونرها خیلی قوی هستن و میتونن پوست رو تازه کنن، مواد مغذی به پوست برسونن. یه مثال اگه بخوام بهتون بزنم، مثل تونرهای رسپیریشن توی برند اکلادو، یا تونرها یا همون لوشنهای برند فورلد که معروف ترینشون رو بلدین، مثل لوشن پلاتین فورلد، لوشن اچ آی فورلد. اینا همه شامل مواد مغذی، هیالورونیک اسید و کلی مواد خوب هستش که میتونه در اختیار پوست قرار بگیره و پوست شما را علاوه بر این که فرش میکنه بتونه فاکتورهای جوانسازی هم درگیر بکنه. یعنی تحریک فیبروبلاست درمی داشته باشه که بتونه کلاژن سازی و الاستین سازی پوست رو بالا ببره. بنابراین یاد گرفتیم که تونرها همشون پاک کننده نیستن. هم کلینزر داریم، یعنی تونرهای کلینزر که میشد فرشنرها و آسترینجنت ها، و هم تونرهای رویتالایزینگ. 3 دسته تونر رو یادتون نره.